اگرچه در اون منطقه بالاخره نماز عید رمضان و عید قربان و بالاخره جمعه ناجایز باشد، این از باب ضرورت میشد، مباح میشود، روا میشود، جایز میشد. عزیزان دین، در آینده بالاخره برنامه خطا نکنه که مولوی صاحب در همینجا برای ما نماز عید رمضان یا عید قربان خواند. لذا شرطی نیست که ما بالاخره و مرکزی از غلام که بالاخره قشلاق مدن و مسجد جامع اهل سنت و الجماعت اونجا نصب است، اونجا شرط رفتن نیست. نه، وقتی که مسجد جامع باز شد، درش کشاده شد، نمازهای پارلمانتی جمعه و عید رمضان شروع شد، اینجا دیگر سعی نکنید، تلاش نکنید، غبار پراکنده هست. چون شرط جمعه و عید رمضان و عید قربان یکی از شرطش فقط اونجاست. امروز از باب ضرورت میخوانیم، در آینده انگوش نگذارید. فهمیدید عزیزان دین؟ وقتی که مسجد جامع باز شد، نماز اونجا جایز است، اینجا نیست. امروز از باب ضرورت، چون که بالاخره مطابق عقلم ننگ است، عیب است که در هیچ جا بالاخره نماز جمعه نخواند و منم مثل شما در خانه تخت بخوابم. نه عقلی را اجازه میدهد، نه شرع را اجازه میدهد. به همین خاطر امروز مراسم پارلمانتی بالاخره عید سعید قربان خوانده می شود و عزیزان دل بعد از مراسم به دنبال قربانی خویش باشید. فصل لربک وانحر، اول نمازتان را بخوانید، بعد به دنبال بالاخره مراسم ذبح قربانی باشید. الله رب العزت میدان عمل را برای همه من و شما باز بفرماید. آمین. و کشتی نجات اسلام و مسلمین را به ساحل برساند. آمین. یا الله.